اینجا هم باغمونه، گوجه کاشتن. بذارین من گوجه رو نشونتون بدم. این گوجه، ولی گوجه هاش زمینش خیلی عالیه. گوجه هاش هم ترش و ملس میشه، غذا خوشمزه میشه. این گوجه هاست. واقعا طبیعت چقدر حال آدم رو عوض میکنه، خوب میکنه. نیاز هست هممون یه روز بریم توی طبیعت. مامان من خیلی هرچی با این که خودش جمع میکنه به اقوامم تعارف میکنه، بهشون میگه ببین این گوجه ها مونه. البته من نکاشتم، مامانم، داداشم، زن داداشم، بچه ها داداشم. اون درخت گردوست، گردوها رو جمع کردن. درخت توته، درخت انار همسایه اومده تو باغ پدریم. ببین این چه جالبه، خیلی قشنگه. یعنی این کوه ها، ما که بچه بودیم سری بدو میرفتیم باغ. مامانم چند تا گوسفند داشت، میبردیم چرا استفاده میکردیم. بچه های داداشم هم دارن میان، خوشگلای زیبا. این آقا امیر بچه داداشم الان میره سر درخت برای عمه جونش انجی جمع کنه. خب این داداشمه که داد و بیدادش همیشه میاد. ماشین نیسان. امیر آقا برو اون طرف. اینجا هم درخت. این بچه داداشم امیر آقا، دستتو بیار بالا. ببین ماشاءالله تر و فرد رفته اون بالا، داره انجی جمع میکنه. سرتو بالا کن. چه کار میکنیم بالا؟ انجیر چیه؟ خب میخوای بخوری؟ نه قشنگ بخوایم مثل زنیا دختری عاشق منه، اسم دختره مشکله قربونم واسه هر چیز مامانش تحویل بگیر پسر تو. میخوای زودتر ازدواج کن. چند سالته میخوای ازدواج کنی؟ بعد تو روستاتون زود ازدواج میکنن. شمارش هم صفر کن. آی نه افتاد پایین. عاشق، پسر عاشق. این از کشاورزی ما، ولی خیلی خوشمزه. فلفل، گوجه، سید خانم سرور کشاورزها.